درود بر شما. من شکوفه هستم با کتاب مسئله اسپینوزا در کانال بوکتال. کتاب مسئله اسپینوزا نوشته اروین یالوم، روانپزشک هستیگرا و نویسنده آمریکاییه که کتاب‌های ارزشمند دیگه‌ای هم از اون به فارسی ترجمه شده، مثل درمان شوپنهاور، وقتی نیچه گریست که من از اون داستان هم یک ویدیو ساختم و میتونید اونو ببینید، دروغگویی روی مبل، مامان و معنای زندگی که مهمترین اونها هستند. قبل از شروع کتاب اطلاعات مختصری درباره نویسنده بهتون میدم که همیشه این اطلاعات اضافی در فهم و درک یک کتاب لازم هست و ما رو بیشتر با اون مانوس میکنه. من معمولاً برای درک یک کتاب نقد منتقدین معروف، فیلم‌هایی که درباره اون داستان ساخته شده و اطلاعات درباره شخصیت‌هایی که ممکنه در داستان واقعی باشن، که در این کتاب 2 شخصیت واقعی وارد داستان خیالی یالوم شدن رو هم دنبال می‌کنم تا بهتر اون کتاب برای من تفهیم بشه و اطلاعات و درک بیشتر و عمیق‌تری پیدا کنم. اول بریم سراغ یالوم. اروین یالوم در سال 1956 در بوستون در رشته پزشکی و در سال 1960 در نیویورک در رشته روانپزشکی فارغ التحصیل میشه و بعد از خدمت سربازی در سال 1963 در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه میشه. در همین دانشگاهه که الگوی روانشناسی هستیگرا یا اگزیستانسیالیست رو پایه‌گذاری میکنه. یالوم هم آثار دانشگاهی متعددی تألیف کرده و هم چند رمان معروف داره. اون جایزه انجمن روانپزشکی آمریکا رو در سال 2002 دریافت میکنه، اما بیشتر به عنوان نویسنده رمان‌های روانشناختی شهرت داره که چند رمانش رو به شما معرفی کردم و درباره وقتی نیچه گریست هم یک ویدیو ساختم و به زودی درباره درمان شوپنهاور هم ویدیویی خواهم ساخت. خب، با توجه به رشته تحصیلی و دغدغه نویسنده میتونیم کم کم با فضای نوشته‌های یالوم ارتباط برقرار کنیم. طرح کلی مسئله اسپینوزا در رابطه با زندگی فیلسوف بزرگ هلندی باروخ اسپینوزا و سیاستمدار معروف آلفرد روزنبرگ، فیلسوف تکفیر شده در قوم یهود قرن 17 و تئوریسین حزب ملی سوسیالیست کارگر آلمان در قرن 20. اول کمی درباره دیدگاه‌ها و ایدئولوژی هر دو شخصیت اصلی داستان در زمان زندگیشون صحبت می‌کنم و بعد می‌بینیم که در داستان خیالی چقدر زیبا این دو شخصیت رو یالوم به هم پیوند میده و این اثر رو خلق میکنه. اسپینوزا مراسم عبادی و دینی رو بی اهمیت و زاید میدونست و میگفت که متن‌های کتاب مقدس رو نباید کلمه به کلمه فهمید. به خاطر همین اون رو در سن 24 سالگی به جرم افکار انحرافی از جامعه یهودیان هلند اخراج کردند و ورودش رو به کنیسه ها ممنوع. حتی قبل از این واکنش یهودیان، کلیسای کاتولیک کتاب‌های اون رو در فهرست کتاب‌های ممنوعه قرار داد و پروتستان‌های هلندی هم کتاب‌هاش رو به آتیش کشیدند. نظریاتش باعث شد که دشمن‌های زیادی داشته باشه و به خاطر همین از آمستردام بیرون میاد و گوشه‌گیری اختیار میکنه و زندگیش رو یکسره وقف فلسفه میکنه. اسپینوزا کتاب مقدس رو حاوی قانون‌های اخلاقی میدونست که فقط باید ازشون اطاعت کنی، اما کمکی به شناخت حقیقت نمی‌کنند. مهمترین اثر اسپینوزا که اخلاقیات نام داره رو فقط در اختیار معدودی از دوستانش قرار میده و به اصرار شخصی اون انتشار این کتاب تا بعد از مرگش به تعویق میفته. اسپینوزا از جوانی دچار بیماری سل بوده و تقریباً تمام عمرش ناچار میشه که از یک رژیم سخت غذایی پیروی کنه. اون اهل خوشگذرانی و معاشرت هم نبوده و خیلی زندگی ساده‌ای داشته و در 21 فوریه 1677 در سن 40 سالگی در لاهه فوت میکنه. و اما روزنبرگ
آلفرد روزنبرگ متولد 12 ژانویه 1893 تئوریسین حزب ملی سوسیالیست کارگر آلمان بود. مدرک تحصیلیش مهندسی عمران و طرح پایان‌نامه اون در مورد کوره‌های مرده‌سوزی بود و برخی از مورخین اون رو به عنوان مبتکر کوره‌های آدمسوزی در هولوکاست می‌دونند. اون معتقد بود تنها راه نجات آلمان در بازگشت این کشور به سنت‌های نژاد آریاییه و کتابی هم به نام افسانه قرن بیستم در همین مورد نوشت که در کنار کتاب نبرد من آدولف هیتلر مهمترین کتاب ایدئولوژیک رایش سوم به شمار میره. اون در کتابش دین اصلی نژاد آریایی رو ادیان باستانی قوم ژرمن معرفی میکنه و ادیان اسلام و مسیحیت رو به عنوان دینهای یهودی نفی میکنه. اون در افسانه قرن بیستم اسلاوها خصوصا لهستانی ها رو مادون انسان توصیف میکنه. داستان با صحنه‌ای شروع میشه که در اون روزنبرگ در مدرسه و در حضور مدیر مدرسه و یکی از معلمینشه. روزنبرگ میگه که قهرمان زندگیش گوته است و در همین موقع متوجه میشه که قهرمان زندگی گوته اسپینوزای یهودیه. در بخش دیگه داستان ما اسپینوزا رو داریم که به اتهامات متعددی به شرم که در یهودیت وجود داره که همون تکفیره محکوم میشه. حکم تکفیر اسپینوزا ابدیه و هیچ یهودی حق صحبت کردن، ملاقات کردن و خوندن کتابهاش رو و نزدیک شدن به اون رو نداره. و این دو داستان در موازات هم ادامه پیدا میکنه. در مسئله اسپینوزا، اروین یالوم واقعیت رو به یک رمان روانشناسی فلسفی عالی تبدیل میکنه. یالوم به عنوان روانپزشکی که علاقه زیادی به مباحث فلسفی داره، به طور مشترک داستان اسپینوزا، فلسفه و تکفیر اون رو از جامعه یهودیا و تأثیر آشکار اون رو بر روزنبرگ، نظریه پرداز نازی که تأثیر زیادی بر هیتلر داشته رو بررسی میکنه. زندگی اسپینوزا و روزنبرگ در تاریخ با فاصله 300 ساله از هم جداست و به طرزی جذاب و غیر منتظره در کتاب اروین یالوم در هم آمیخته میشه. داستان‌ها گرچه روایتی از 2 تا زندگی هستند، اما از اونجا که کتاب بسیار خوب نوشته شده، تغییر مداوم از یک زندگی به یک زندگی دیگه در هر فصل از کتاب روندی رو دنبال میکنه که خواننده هر دو جریان رو به راحتی به هم پیوند میزنه و داستان رو دنبال میکنه. اسپینوزا عشق عقلانی به خداوند رو یکی از ابعاد فلسفه خودش میدونه و باور داره که این عشق انسان رو به خوشبختی میرسونه و از عشق دنیوی جداست. خدایی که شامل همه چیز میشه و به این معنیه که هر اتفاقی قانون و نظم طبیعت رو دنبال میکنه. یالوم تصمیم میگیره تا از زندگی اسپینوزا بنویسه، اما در حین تحقیقاتش متوجه میشه با توجه به اینکه اسپینوزا فردی منزوی، درونگرا و تکفیر شده بوده، هیچ اتفاق عجیب و خارق العاده‌ای در زندگی شخصیش و خانوادگیش و یا حتی رابطه دوستانه و عاشقانه نداشته که دستمایه داستان پردازی اون بشه. پس دست به کار میشه تا دنیای درونی فردی رو تصویر کنه که در 24 سالگی از اجتماع طرد شده و با امیال و احساسات و افکار درونی خود دست و پنجه نرم میکنه. یالوم پیامدهای روانشناختی قطع ارتباط اسپینوزا با جامعه یهودیان رو مورد بررسی قرار میده و به نظر میرسه سرانجام تبعید و تنهایی و انزوای اجباری اون به نفع رسالت فکریش تموم شده. یالوم در حین خیال پردازی درباره این داستان با بازدید از موزه اسپینوزا و یک مکالمه بسیار اتفاقی به جزئیاتی برمیخوره که مسیر داستانش رو به این سمت هدایت میکنه. یعنی بررسی همزمان 2 شخصیت تاریخی.
یالون به عنوان مقدمه‌ای بر فهم فلسفه پیچیده اسپینوزا روش‌های زیادی رو به کار می‌بنده. اون مثل یک معلم هر بار فقط چند ایده رو ارائه میده و با جمع‌بندی مکرر از یکی به دیگری با دقت حرکت میکنه. گفتگوهایی که ایجاد میکنه توضیح شفافی از ایده های اصلی اسپینوزا در مورد طبیعت، اراده آزاد و بقیه است. روزنبرگ کاملا شیفته نظریه های نژادی خیالی و ایدئولوژی نازی است. اون به حزب نازی میپیونده، زندگی درخشانی داره و با هیتلر دوسته. همه اینها به اروین یالوم فضای زیادی برای ساختن داستانهای خیالی خودش میده. اون متخصص رمان‌های تاریخیه، اما رواندرمانگر هم هست. برای همینه که این کتاب فقط یک رمان تاریخی نیست. همانطور که رمان اونها رو به تصویر میکشه، این دو شخصیت دور و مخالف در گیر و دار پیدا کردن هویت واقعی شخصی خودشون در جهان هستند. رمان یالوم ما رو به یاد مبارزات مشترکی میاندازه که همه مردم صرف نظر از دوران تاریخی اونها با اون روبرو شدن. تقابل و در هم تنیدگی همزمان روزنبرگ و اسپینوزا نمونه‌هایی از سرنوشت همه بشریت طول زمانه. خب دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو تونسته باشه شما رو کمک بکنه که این کتاب رو بهتر بشناسید و اگر علاقه‌مند شدید این کتاب رو بخونید. ممنون میشم که پایین همین ویدیو برای من نظرهای خودتون رو بنویسید. ممنون که همراه من بودین. تا ویدیوی بعد، بدرود.